میخواستم همه مرواریدهای اشکم را رها سازم. میخواستم با صدای بلند بگریم. میخواستم با همه قدرت فریاد بزنم، اما قدرت هر نوع واکنش روحی و جسمی از من سلب شده بود. من در وسط سالن ایستاده بودم، در حالی که حس می‌کردم روحم را از تن خسته خیش بیرون افکنده‌ام. من دیدم که در آن مجلس پرشکوه و زیر تلالوی چراغ‌های روشن سالن تسلیم و ساکت ایستاده‌ام و بهرام با آرامش پایان ناپذیرش هر لحظه گامی دیگر به طرف من برمی‌دارد. حس می‌کردم از چشمان سیاه او جادویی نامرئی بر پیکر من می‌ریزد و مرا به آخرین مرز عشق می‌کشاند. بهرام باز هم جلوتر آمد. نه خدایا، نگذار من دست و پا بسته در معبد عشق تسلیم شوم. شبها و روزهای زیادی من با خود جنگیدم. من در تنهایی خود با همه توانایی به جنگ عشق رفتم. من زمستان را با بهار عشق تعویض کردم. من برای فرار از وادی سرسبز عشق به کویر کوچ کردم و در پیله تنهایی خود زندانی ساختم به امید اینکه سحر و جادوی عشق را باطل کنم. اما حالا در برابر آن نگاه عقاب‌آسا، آن دستهای پرتمنا که مرا به خود می‌خواند، تسلیم و آرام مانده‌ام. من می‌بینم که نگاه بهرام مرا به سوی خود می‌کشد. بعد نفس گرم بهرام چون نسیمی معطر روی چهره‌ام پخش می‌شود. روح من دوباره در پیکرم فرو می‌رود و آهسته و آرام قطره اشکی از چشمانم می‌چکد. بهرام روی چهره من خم می‌شود و می‌پرسد: نوری، گریه می‌کنی؟ او آنقدر صمیمی و ساده مرا مورد خطاب قرار می‌دهد که انگار سالهاست با هم عاشقانه ترین روابط را داریم. سرم را بلند می کنم. حس می کنم بوی یاس، بوی عطر عقاقی‌ها همه جا را پر کرده است. می گویم ما کجا هستیم؟ بهرام با صدایی که آشکارا می لرزد می گوید روی زمین. نه، اشتباه می کنی، ما روی ابرها راه می رویم، روی ابرها. من نفهمیدم چگونه از سالن به داخل باغ کوچ کردیم. زیر یک درخت بلند سرو روی یک نیمکت کوتاه و باریک کنار هم نشستیم. حس می کردم که هر دو از سنگینی بار کلمات به جان آمده ایم. هر دو می خواهیم از عشق، از دوری، از فرارها و بازگشتها سخن بگوییم، اما چگونه؟ هوا جور مخصوصی سبک و نرم بود. ستارگان آسمان خیالانگیز شیراز را آنقدر نزدیک به خود می دیدم که حس می کردم می توانم با دست آنها را بچینم. از پنجره سالن امواج موسیقی به دامن باغ می ریخت. من از جا بلند شدم و گفتم: بهرام، دلم میخواد به سوی آسمان پرواز کنم. دلم میخواد سوار بر موجهای رغبت‌انگیز موسیقی به معراج عشق بروم. به راستی انگار ما در دامن سیاه شب به سفری گنگ و ناشناخته می رفتیم. بهرام با نگاهی که برق الماس عشق گرفته بود به من نگاه کرد. من باکره پاک و نیالوده‌ای بودم. تا آن روز هیچ مرد جوانی عشق را در نگاه من قرائت نکرده بود. تا آن روز اجازه نداده بودم مردی در گوش من سخن از عشق بر زبان آورده و با نگاه پرتمنایش قصه های ناگفته عشق را در گوشم بخواند. حس می کردم طلسم زندگی دخترانم شکسته می شود. مرغان خوشاواز عشق در گوشم می خوانند. غنچه های طلایی رنگ می شکفتند و من در کنار دروازه صبح طلایی ایستادم و به ترانه های مرموز و قشنگ عشق گوش می دهم. هر دو می خواستیم این سکوت مقدس را حفظ کنیم، زیرا ما همه التهاب خود را حتی در تنفس نارام و ملتهب خویش ریخته بودیم. نمیدانم چند ساعت گذشت. به تدریج همه جوانان که از پنجره های سالن بیرون میریخت روکش کرد و بعد موزیک متوقف شد. چراغ‌ها یکی پس از دیگری خاموش شدند. بهرام گفت: برویم. ما چنان جادوی هم شده بودیم که جز سایه های خود هیچ چیز نمی دیدیم. هر دو بی خداحافظی با مهمانان از در بزرگ باغ خارج شدیم. خیابان زند شیراز با همه وسعت خود در خاموشی فرو رفته بود. بهرام به ساعتش نگاه می کرد. ساعت 2 بعد از نصف شبه. من مثل آدم‌های گیج و منگ به بهرام خیره شدم. او لبخندی زد و گفت: خیلی دیره نه؟
من فقط توانستم سرم را تکان بدهم و بعد هر دو به راه افتادیم. مقصد ما نامعلوم بود، هدفی نداشتیم، زیرا ما در هم و برای هم هدف بودیم. شاید این عجیب ترین جمله‌ای باشد که از دیدار دیشب در یک دفترچه یادداشت می‌کنم. هیچ وقت نمی‌توانم نام و یا منظره خیابان‌ها و کوچه‌هایی که از آنها عبور کردیم به خاطر بیاورم. تنها یادم هست که ما به کنار یک نهر کوچک آب رسیدیم و سر و صورت خود را با آب خنک شستشو دادیم. بعد به هم نگاه کردیم. هر دو برای نخستین بار در طلوع روشن صبح یکدیگر را دیدیم. من این قطعه کوچک را که نوری از نخستین دیدار عاشقانه‌اش با بهرام در دفترچه خاطراتش نوشته است تا کنون 10 بار خوانده‌ام. در این قطعه که شورانگیزترین سمفونی عشق را در گوش زمزمه می‌کند، به خوبی تمایل به تسلیم و اعتقاد به عشق و آینده را حس می‌کنم. اعتقادی که از همان نخستین بار مذهب نوری شد. من بارها گوشه و کنار مجلس را در جستجوی بهرام و نوری کاویدم، ولی هیچ نشانه ای از آنها ندیدم و انتظار داشتم وقتی به خوابگاه برمیگردم نوری را ببینم. اما وقتی اتاق نوری را خالی یافتم از حیرت بر جا خشک شدم. بستر نوری خالی بود. دلشوره عجیبی داشتم، اما ناچار بودم سکوت را حفظ کنم، زیرا اگر سر و صدا راه می انداختم ممکن بود وضع از آنچه پیش بینی می کردم بدتر شود. من در انتظار بازگشت نوری بدون اینکه لباس شب تولدم را از تن خارج کنم روی بستر دراز کشیدم که سر و صدایی در فلک مرا از خواب بیدار کرد. با عجله به طرف در دویدم. نوری، نوری! صدای گرم و شاد نوری در فضا پیچید. وای خدا مرگم بده، تو هنوز لباس تو در نیاوردی؟ آه من چقدر دوست بدیم. با شتاب جلو رفتم و دست نوری را در دستهایم گرفتم. نوری، نوری تو کجا بودی؟ نوری راه نمی رفت، می رقصید، پرواز می کرد. از چشمانش رنگ تب می تراوید. گونه هایش به رنگ گلهای سرخ شیراز در آمده بود. خوشبختی، بله خوشبختی مثل یک قوس قزح در اطراف وجود این دختر زیبا، شیرین و گرم حلقه زده بود. در زندگی هر کس خوشبختی فقط یک بار به طور کامل حلول می کند و در آن لحظه خوشبختی مثل خونی در رگ‌های انسان می دود، مثل شیره حیاتی که در ساقه های گیاهان در جریان است و در همه هستی و موجودیت یک انسان جاری می شود. من نوری را مثل موجودی مقدس در آغوش گرفتم و گفتم عزیزم تولد عشقت مبارک. نوری مرا بوسید، دستش را در جیب انداخت، چهره ملوس و شیرینش را به صورت من نزدیک کرد و ناگهان با صدای بلند به گریه افتاد. آه این گریه غیر از گریه اندوه و گریه غم بود. این گریه از هر قهقهه‌ای شورانگیزتر بود. نوری سرش را در آغوش من گذاشته بود و می گریست و من هم بی اختیار با او اشک می ریختم. آن لحظه به عشق خودم می اندیشیدم، به مهران، آن پسر ساده، فیلسوف و متفکری که مرا بی نهایت دوست دارد. ما دختران چه موجودات ساده دل و بردباری هستیم، چقدر کوچک و آرام هستیم و پسران چقدر زود می توانند این موجودات خام و مهربان را خوشحال و خوشبخت کنند. نوری همانطور که اشک میریخت به چشمان من نگاه کرد و گفت من از هیچ چیز نمی ترسم، دیگر از هیچ چیز نمی ترسم. سرش را در میان دستهایم فشردم و گفتم بله عزیزم، تو دیگه از هیچ چیز نمی ترسی، چون از امروز عاشقی، آن هم عاشقی پاک و مقدس. در این لحظه ناگهان چشمان نوری روی هم افتاد و به خواب عمیقی فرو رفت. آه چه صورت آرامی، یک خورشید خوشبختی. از آن روز زندگی در فلت ما رنگ و جلوه دیگری داشت. آپارتمان ما کلبه عشق بود، کلبه‌ای که در کارت پستال‌های رنگی و در وسط چمن‌های سبز و روی یک تپه زیر نور خورشید می درخشید. از کلبه ما همیشه آواز عشق به فضا می رفت. من برای مهرانم می خواندم. نوری شورانگیزترین ترانه ها را سر می داد و یک لحظه هم سرود گرمی بخش عشق از لبهای ما نمی افتاد. حالا ما دو زوج کاملی بودیم، نوری و بهرام، من و مهران.
صبحها با هم به کلاس می‌رفتیم، ظهرها در سلف سرویس نهار می‌خوردیم، عصرها هم سری به کتابخانه می‌زدیم و شب را در پاتوق‌های دوستانه دانشجویی می‌گذراندیم. اما عشق نوری و بهرام که در آغاز راه بود طراوت و شکوه بیشتری داشت. آنها همیشه در هم بودند و در هم می‌پیچیدند. قلب‌های جوانشان بیتابی می‌کرد. اگر بهرام دقیقه‌ای تأخیر می‌کرد رنگ نوری از چهره قشنگش می‌پرید، بیتاب می‌شد، دانه‌های درشت اشک را با سخاوت بر گونه می‌ریخت. وقتی بهرام از راه می‌رسید قهر عاشقانه نوری دل او را خون می‌کرد. ساعتها به التماس می‌نشست، نوری را عاشقانه می‌بویید تا او را به حرف درآورد. عزیزم عزیزم، آخه چرا تو اینقدر بیتابی می‌کنی؟ برای اینکه عاشقم. خب منم عاشقم، ولی اگه تو جایی گرفتار باشی و تأخیر کنی من فقط منتظرت میشم. تو بله عزیزم، برای اینکه تو فقط عاشقی، اما من دیوانه‌ام. آن وقت من و مهران شاهد بحث‌های مفصلی بودیم که نوری و بهرام بر سر اینکه کدام یک عاشق‌ترن راه می‌انداختند. بر پیشانی صاف و بلند بهرام عرق می‌نشست، دست‌هایش می‌لرزید تا ثابت کند که او بیشتر از نوری پایبند عشق است و نوری آنقدر اشک می‌ریخت و افسانه‌های دلانگیزی از عشق خود می‌بافت تا بهرام برتری عشق او را قبول کند. جنون و دیوانگی این زوج بی پایان بود. ساعتهایشان را با هم میزان می‌کردند تا درست ساعت 3 بعد از نصف شب زنگ بزنند و هر دو از خواب بیدار شوند، مدت نیم ساعت به یکدیگر فکر کنند. اغلب شبها زنگ ساعت اتاق نوری مرا از خواب بیدار می‌کرد و به محض شنیدن صدای زنگ از خواب می‌پرید. در وسط بسترش می‌نشست و بعد عکس بهرام را از روی میز بر می‌داشت و تماشا می‌کرد. بعد دوباره با رضایت کامل به بستر می‌رفت. پیوند آشنایی و عشق نوری و بهرام چنان گره خورده بود که همه بچه‌های دانشگاه عشق آنها را تحسین می‌کردند. وقتی آنها در محوطه دانشگاه قدم می‌زدند عطر عشق را به همه دلها می‌ریختند. همه از عشق آنها صحبت می‌کردند، هر کس اظهار نظری می‌کرد. دخترها از سر حسادت سعی می‌کردند با انواع تهمت‌ها عقده‌ای که در رگ‌هایشان می‌جوشید آرام کنند، اما وقتی سینه به سینه نوری می‌ایستادند و آن معصومیت کودکانه و آن صداقت عاشقانه را که از چهره زیبای نوری می‌تراوید می‌دیدند آرام می‌شدند. پسرها با نوعی حسرت به بهرام و نوری خیره می‌شدند، اما آنها آنقدر به هم می‌آمدند و چنان مناسب هم بودند که جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذاشتند. روزها از پی می‌گذشتند و عشق نوری و بهرام هر روز شور و هیجان بیشتری می‌گرفت. آنها در درون خویش رنج می‌بردند، ذره ذره آب می‌شدند، ولی با اشتیاق بار سنگین این همه عشق و پیوستگی را به دوش می‌کشیدند. یک روز نوری به من گفت: مهدا، می‌خواستم چیزی بگم. بگو عزیزم. آن وقتها که من علیه عشق بودم زجر زیادی می‌کشیدم. خب هر کس طعم رنج‌های عشق را چشیده، ولی امروز من از عشق رنج می‌برم. نوری در اینجا ساکت شد و بعد از چند لحظه سکوت اینطور ادامه داد: همیشه چیزی در من می‌درخشید، چیزی مثل خورشید گرم و داغ. اگرچه خورشید حیات بخشه، ولی وقتی خورشید را از آسمان پایین بکشی و تو قلبت کار بگذاری تو رو میسوزونه، قطره قطره آبت میکنه. این همون رنج عشقه، رنجی که بر اثر قدرت و فشار عشق در بطن آدم متولد میشه. بعضی اوقات هم بهرام پیش من اعتراف میکرد و میگفت: گاهی فکر میکنم تحمل یک کوره آتش از تحمل این عشق آسونتره. هر وقت فکر میکنم ممکنه یه روز از نوری جدا بشم، مثل اینکه تو تنم زلزله افتاده باشه، خرد و له میشم. و من اغلب با احساس افتخار از این همه شور و عشق که در قلب‌های جوان نوری و بهرام میچرخید در برابر حرف‌ها و شایعاتی که عامل مهمش حسادت جوانانه بود دفاع می‌کردم. اما در میان این دسته از جوانان گاهی اوقات به طرز عجیبی از کنایه‌ها و نیشخندهای پرویز می‌ترسیدم. او تنها جوانی بود که در محوطه دانشگاه ما از نظر چهره، اندام و جذابیت مردانه با بهرام برابری می‌کرد. فوق‌العاده خوش‌تیپ بود، معاشرتی و ظاهرش بیش از بهرام مهربان بود.
آنقدر مهربان که سنگدلترین و سفت‌ترین دختران را با زبان نرمش رام می کرد. پرویز خوب حرف میزد، خوب استدلال میکرد، خوب رفتار میکرد. جذابیت مردانه را با ظرافت یک هنرمند آمیخته بود. عمیق و یکپارچه بود. جسارتش در اجرای هر پیشنهادی گاهی قلبها را از ترس و هیجان در سینه منفجر میساخت. کافی بود در یک لحظه دختری را از اوج هیجان ظریف و عاشقانه به تنگنای کوبنده هیجان قهرمانی بکشد. پرویز با مهران دوست بود، اما روابط چندان نزدیکی نداشتند. مهران در دوستی با او احتیاط خاصی نشان میداد و بیشتر هم تصادفی یکدیگر را می‌دیدند و معمولاً در پاتوق‌های دانشجویی با هم روبرو می‌شدند و سلام علیکی می‌کردند. اما چند روز بود که ما هر روز پرویز را می‌دیدیم. به محض اینکه وارد رستوران کازبا می‌شد، پرویز از زمین سبز می‌شد و آنقدر گرم و پرشور و خواستنی بود که در کمتر از چند دقیقه جمع کوچک 4 نفری ما را در مشت‌های خود می گرفت. یک وقت می دیدیم که 3 ساعت است به دهان گرم او چشم دوخته ایم و او با لحن گرم و شوخش حرافی می کند. می دونید من درباره عشق عقیده کاملا مخالف با نظریات فیلسوفان مادی دنیای امروز دارم. من معتقدم که عشق یعنی آمیختگی کامل یک فضای درهم. به دستهای من نگاه کنید. من همین حالا فنجان شیر را در فنجان چای خالی می کنم. یک ظرف شیر یعنی مایه‌ای از خانواده لبنیات و یک ظرف چای مایه‌ای از مشروبات معطر و غیر الکلی. هر کدام دارای خاصیت جداگانه و کاملا متمایزی هستند. شیر ماده‌ای از سپید رنگ با طعمی کاملا مستقل و از پستان پر از برکت گوسفند یا گاوی دوشیده می شود و چای مایه‌ای از قهوه‌ای رنگ و گس از ساقه‌های گیاهی به دست آمده است. تصور کنید که آنها در یک دیدار تصادفی همدیگر را دیده‌اند و مثل ما انسان‌ها قلب‌هایشان را با سخاوت به یکدیگر تقدیم کرده‌اند. حالا می‌خواهند همدیگر را لمس کنند، دستهای هم را بفشارند. حالا من این دو موجود را به هم نزدیک می کنم. آها، فنجان شیر که نقش زن را بازی می کند در فنجان چای که در این محاسبه و استدلال نقش مرد را اجرا می کند خالی می شود. خب حالا آنها مثل 2 عاشق صادق یکدیگر را لمس می کنند، می بویند. اما می خواهم ببینم آیا در این اوج احساس عاشقانه و در این آمیختگی هر کدام به تنهایی موجودیت خود را حفظ کرده‌اند؟ آیا شیر همان مایه سپید رنگی است که دخترک دهاتی با دستهای قشنگش از پستان گاو دوشیده؟ آیا چای همان مایه‌ای است که از برگ‌های یک گیاه به دست آمده؟ خیر خانم‌ها و آقایان، این زوج پس از ترکیب عاشقانه هر کدام ماهیت اصلی خود را فراموش کرده و به عنصری دیگر تبدیل شده‌اند. حالا چیزی که در فنجان من است یک ترکیب تازه است، دیگر نه چای است نه شیر. من عشق یک زن و مرد را اینگونه توجیه می کنم، یعنی آنچنان آمیختگی و پیوستگی که هر دو نه به عنوان 2 موجود جداگانه بلکه آمیخته از 2 موجود باشند. آن روز وقتی استدلال عجیب و شاعرانه پرویز را درباره عشق گوش می‌دادیم، من در چشمان درشت و سیاه نوری یک نوع تحسین و شیفتگی خاص می‌دیدم. تنها من که یک زن هستم معنی این نگاه را می‌فهمیدم. نگاهی که پر از شوریدگی تسلیم و هیجان بود. نوری عاشق بود. نوری دیوانه‌وار بهرام را دوست داشت. او روزهای زیادی با خود جنگیده بود تا عشق را به خانه دلش راه ندهد، اما بعد از تسلیم در عشق زیاده طلب بود، بیش از آنچه یک عاشق پرشور مثل بهرام به او هدیه می‌کرد می‌طلبید. او آنقدر تشنه بود که گاهی به من می‌گفت مهتا دلم می‌خواد پوست سینه‌ام را بشکافم و بعد بهرام را زیر پوستم جا دهم. چنین موجود عاشقی که در اشتیاق غیر عادی میسوخت اکنون در مقابل حرافی و سخنوری مردی قرار گرفته بود که تمام آن آمیختگی
تقدس و هیجان یک عشق کامل را برایش تصویر می کرد. آن شب وقتی من به خوابگاه آمدم ناگهان از نوری پرسیدم تو درباره استدلال پرویز چه میگویی؟ نوری با اشتیاق خاصی گفت عالی بود، عالی. دلم میخواست برایش 1 ساعت کف میزدم. بعد سیگاری آتش زد و کنار بستر من نشست و گفت دلم میخواست من و بهرام اینطور آمیخته میشدیم. یعنی عشق کامل. زنده باد پرویز. پاییز بر سر شیراز خیمه زده بود. غم رویای فصل رنگها به آرامی روی قلبهای ما جوانان پنجه میکشید. شیراز به طرز غم‌انگیزی آرام شده بود. درختان چنان به آدم نگاه میکردند که انگار سرود وداع ابدی میخواندند. قلبهای ملتهب ما در سینه بیتابی میکردند. غبار غم روی پیشانی شهر نشسته بود. آبشارهای شادی که توریست‌های ثروتمند در فصل تابستان در شهر شیراز سرازیر می‌کردند به جویبار باریکی تبدیل شده بود. خط سبز درختان جاده‌ها و باغ‌ها با رگ قرمز خون پاییزی منظره در دالودی یافته بود. من و نوری با اینکه هر روز در کنار عشاق خود شانه به شانه راه می رفتیم ولی با تردید و ترس به آینده نگاه می کردیم. حس می کردم تمام شهر حتی کلبه عشق ما در تاریکی فرو رفته است. شبها صدای غم‌آلود خوانندگان محبوب خود را گوش می دادیم و بعد اغلب نوری سرش را روی شانه‌ام می گذاشت و آرام آرام اشک می ریخت. مهتا می دونی چیه؟ من خیلی می ترسم، خیلی. موهای قشنگ و ابریشمی او را همیشه روی شانه خوش ترکیبش موج میزد نوازش میکردم و میگفتم از چی میترسی نوری؟ آخه چرا میترسی؟ نوری سرگشته و شورانگیز جوابم میداد نمیدونم از چی ولی میترسم. آخه ترس آدم باید دلیلی داشته باشه نوری. آه دلیل؟ بله دلیل دارم. خب فکر میکنم اگه فردا بهرام دیگه از من خوشش نیاد چی میشه؟ اگه اون منو ول بکنه و بره من با این دل دیوونه چه بکنم؟ اگه بهرام بذاره بره من میمیرم، به خدا میمیرم. دلت برام نمیسوزه مهتا؟ حس میکردم نوری دچار یک نوع خودآزاری شده است. همیشه حتی در اوج لذت آن لحظه که احساسی گرم و آتشناک بهرام به اوج میرسید ناگهان چشم در چشمش میدوخت و میپرسید بهرام اگه یه روزی از پیشم بری چی میشه؟ بهرام برایش صدها قسم و آیه نازل میکرد. با صمیمانه ترین کلمات ممکن به او اطمینان میبخشید. عزیزم من باید با چه زبونی با چه کلامی به تو بگم به اندازه تمام دنیا، تمام خلقت، تمام کائنات دوست دارم. آه تو بگو. من از دیدن تو، از تماشای این همه زیبایی که فقط در موجودی مثل تو جمع شده سرگیجه میگیرم. این عطر نفسها، این پوست سفید، این پیکره خوشتراش. نه به خدا تو را برای این به دنیا آوردن که یک نمونه کامل خلقت به مردم نشون بدن. آخه چطور میشه من قلبی به این پاکی، عشقی به این معصومیت، دستهایی به این نازکی و لطیفی را بگذارم و برم؟ اما نوری به آسانی ترس موهوم خود را رها نمی کرد. دستهایش را مثل 2 پیچک بلند در هم می پیچید. با همه قدرت و صلابتی که در عشق و اسمش متولور بود فریاد می کشید نه باز هم بگو، من می ترسم. بهرام باز هم با ملایمت از قلب طلایی عاشق خود، از صفای عشق خود در گوش نوری زمزمه می کرد. نوری فقط اینو بدون که من هم بی تو میمیرم، باور کن، صداقتمو باور کن. نوری این بار گریه کنان میگفت بهرام یه کاری بکن، من باورم بشه، یالا عاشقت داره میمیره. بهرام نوری رو میگذاشت و فرار میکرد. آن وقت نوری گریه کنان پیش من میآمد، مثل بچه‌های یتیم و غربت‌زده‌ای سرش را روی دامنم میگذاشت و با صدای بلند میگریست. دیدی من حق داشتم بترسم، بالاخره بهرام همین روزها از پیش من میره. من نوری را در آغوش میگرفتم، مثل بچه‌ای او را نوازش میدادم و سعی میکردم به کمک استاد روانشناس دانشگاه او را دلداری بدهم.
کابوس ترس و تنهایی را از او دور کنم. نوری با کلمات و جملات تسلی بخش من به خواب می رفت و وقتی صبح به فردا چشمهایش را باز می کرد اول به دیدن بهرام می رفت. با آن چشمان درشت و عاشق کش در چشمان بهرام نگاه می کرد و می گفت بهرام منو ببخش، آخه من خیلی دوست دارم. بهرام آنقدر در برابر زیبایی مستی آفرین نوری ضعیف بود که بدون یک کلمه اعتراض تسلیم می شد و در عالم رویا دست نوری را می گرفت و به قول خودش در میان ابرها پرواز می کرد. اما این صحنه ها همه تردیدها و اضطرابات موهوم نوری را از دلش بیرون می کرد. نوری هر لحظه در مرداب چسبنده تردید و اضطراب پیش می رفت. وقتی همه او را محاصره می کردیم تا در قلبش دانه های اطمینان به عشق و پایداری بهرام را بکاریم، آن وقت کنار پنجره خوابگاه می نشست و دستهای قشنگش را زیر چانه می زد و با افکار دردآلود دیگری خود را مشغول می ساخت. مهدا فکرشو بکن، بهرام ماشینش رو خیلی تند میرونه. اگه یک روز اتفاق بیفته، خدای من فکرشو بکن، اون با ماشینش توی دره بیفته. خدای من. از پی این کابوس ساعتها می نشست و گریه می کرد و من ناچار کنارش می نشستم و او را نوازش می دادم. نوری، آخه چرا خودتو با این افکار شکنجه میدی؟ چرا؟ برای اینکه من بهرامو میپرستم. بهرام خدای منه. اگه یه روز مجسمه خدای آدم رو تاقچه بشکنه تکلیف بندهش چی میشه؟ حالا خوب میدانستم که چرا نوری از عشق میگریخت و خود را در اتاقهای خوابگاه محبوس میکرد. این طبع سودازده و رویایی، این لطافت احساس که از نرمی به قطره‌های اشک میمانست چگونه بار سنگین عشق را به منزل میرساند. به تدریج وحشت از پایان کار این عشق در دلم خیمه میزد. گاهی از این موضوع با نامزد فیلسوف مآبم حرف میزدم. مهران، تکلیف این عشق چی میشه؟ مهران سرش را تکان میداد. میدونی ما باید فقط به انتظار عبور زمان بنشینیم. فقط زمانه که ممکنه این آتش رو اندکی خاموش بکنه. من از این همه خونسردی به تنگ می آمدم و فریاد می کشیدم زمان، زمان، آه تو هم که با این تکیهگاه ذهنیت حوصله‌م و سر بردی. مهران با لبخندی مرا آرام می کرد و می گفت تو خیال می کنی که تنها نوریه که تو این تب عجیب و غریب هزیون میگه؟ بهرام هم همینطوره. دیروز پیش من درد دل می کرد. اون هم تنهایی با وحشت و ترس روبروست. انگار که گرگی در زاویه مخفی باغ عشق آن دو نفر کمین کرده و هر لحظه آماده حمله است و اونا فقط صدای زوزه گرگو میشنون و وحشت میکنن. با دستپاچگی پرسیدم بهرام به تو چی میگفت؟ بهرام نگرانه. میگفت همش میترسم یه روز نوری منو بذاره و بره یا خدایی نکرده بلایی سر خودش بیاره. میبینی درست عین همون استرابی که نوری را در مشتش میگیره و میچلونه. خب دیگه چی میگفت؟ هیچی. میگفت مهران قلب من آنقدر نرمه که اگر یک قطره اشک نوری روش بیفته از اون طرفش بیرون میاد. وقتی آن روز بحث ما پایان گرفت و مهران از پیشم رفت، من مدت‌ها درباره تشبیهی که مهران درباره عشق این دو موجود زیبا کرده بود فکر می‌کردم. در کدام زاویه باغ عشق آنها گرگی کمین کرده بود؟ صدای زوزه این گرگ از کجا به گوششان می‌رسید؟ و ناگهان چهره پرویز در کابوس‌هایم ظاهر شد. انگار که سر پرویز را روی تنه یک گرگ کار گذاشته بودند. فریاد زدم این کارو نکن. فضای سرخ عشق همچنان نوری و بهرام را در خود گرفته بود. آنها در تقدیم احساسات سرشار خود در صداقت احساس خود چیزی بالاتر از عشق خاکی به یکدیگر ارزانی می داشتند. از هر لحظه‌ای برای نمایش شوریدگی پایان ناپذیرشان بهره می بردند. وقتی با هم قرار
ناهار می‌گذاشتند. اگر لحظه‌ای نوری دیر می‌کرد، بهرام روی دستمال سفره رستوران قشنگترین نامه‌های عاشقانه را می‌نوشت. عزیزم، مهربانم، تو چه می‌دانی که به خاطر دل پر احساست سراپا شعله‌ام، آتشم، در انتظارم. آیا می‌توانم لحظه‌ای که صدای گام‌هایت از پشت در رستوران بلند می‌شود آنقدر تحمل داشته باشم که خودم را زیر پایت قربانی نکنم؟ گاهی از فرط عشق قلبم آنقدر متورم می‌شود که استخوان‌های سینه‌ام را به درد می‌آورد. بهرام تو. اگر هم بهرام لحظه‌ای تأخیر داشت، نوری می‌نوشت: خدایا، اگر می‌دانستم اکنون تو پاهایت را بر کدام نقطه خاکی می‌گذاری، می‌آمدم آن خاک را به چشم می‌کشیدم. نوری تو. نوری از دستمال سفره‌هایی که برای هم نوشته بودند یک طرف اتاقش را تزیین کرده بود. هر شب نوری اول با یکی دستمال سفره‌ها سلام و خداحافظی می‌کرد و بعد به بستر می‌رفت. من در کنار این فرشته شیرین عشق حتی عظمت عشق خود را فراموش کرده بودم. آن فرشته دلفریب و ناز، آن پسر جذاب و پرشور از عشق می‌سوختند، رنج می‌کشیدند و خود را در پای اله عشق قربانی می‌کردند و چنان این شوریدگی‌ها همه فکر و ذهنشان را در خود گرفتار کرده بود که حتی از روزهای امتحان غافل مانده بودند. در سراسر دانشگاه بچه‌ها گرم روزهای اولین آزمایش بودند. من به زحمت نوری را کنار خود می نشاندم و کتابش را باز می کردم و برابرش می گذاشتم و می گفتم بخوان یالله بخوان. نوری نگاهی به حروف کتاب می کرد و بعد خیلی جدی و محکم می گفت: آه چه کلام قشنگی، چه جمله شیرینی. گوش کن، تو رو به خدا گوش کن. این تیکه رو بخونم. هیچ چیز شورانگیزتر از آن نیست که انسان در پیش پای معبود و محبوب خود آخرین نفس را بکشد و بعد برای همیشه به ابدیت بپیوندد. من وحشت زده از نوری میپرسیدم مقصودت از این حرفا چیه؟ یعنی تو این حرفا را از خودت میزنی؟ نوری شانه‌هایش را بالا میانداخت و میگفت نه، حرفا از خودم نیست، از دل، از اون جایی که همیشه میجوشه، میسوزه و مثل اینکه یک نفر اونجا نشسته و هر لحظه روی این آتش نفت میریزه. آه خدایا، عزیزم ساکت باش، تو باید فردا امتحان بدی، مگه زبون نمیفهمی؟ نوری سرش را به طرف شاخه‌های درختان بلند میکرد و میگفت زبون من عشق منه. نه مهتا، تو بگو همه این درس خوندنها، جون کندنها برای چیه؟ مگه برای این نیست که بشر خوشبخت بشه؟ خدای من، اکنون من خوشبخت ترین موجود این دنیام، من کامل ترین عاشق دنیام، آنقدر کامل که دلم میخواد بمیرم. و بدین ترتیب زندگی عاشقانه و تحصیلی نوری و در کنارش زندگی جمع کوچک ما میگذشت. قهرها، آشتیها، بحثها و مشاجرات جوانانه پی در پی از کنار ما عبور میکردند و لحظه به لحظه بر وسعت و حجم این عشق افزوده میشد. در یکی از این شبها که ما به افتخار موفقیت در اولین آزمایش‌های دانشگاهی در کاذبا جمع شده بودیم، ناگهان سر و کله پرویز پیدا شد. آه بچه‌ها، سلام، مدت‌ها بود که پیداتون نمی‌شد. چراغ کاذبا خاموش بود. نوری چنان از دیدن پرویز به ذوق آمد که فریاد زد: خواهش می‌کنم سر میز ما بیاین. شما بهترین تعبیرها را از عشق به دست میدین. پرویز با همان حرکات و رفتار فریبنده خود نوشابه‌اش را برداشت و کنار دست مهران نشست. بله، عشق، عشق. فقط کسانی حق دارند از عشق حرف بزنند که دچار حریق عشق شده باشند و هیچ حرفی هم از سوختن نزنند. شما تا به حال چنین احساسی داشتین؟ نوری مثل بچه‌ها به جوش و خروش آمد. دستش را روی قلبش گذاشت و گفت: نگاه کن پرویز، اگه من و بهرام یک کمی دیگه به هم زل بزنیم، قلب هامون جرقه میزنه و هر دو دچار حریق میشیم. پرویز با صدای بلندی خندید. من نگران بودم. درست مثل اسبی که وقوع زلزله را حس کرده باشم پایم را روی زمین میکشیدم. صدای بهرام در گوشم زنگ میزد.
یالله زل بزنید که قلباتون جرقه بزنه. آن وقت میتونم بگم عشق شما کامله. یالله یالله. پرویز انگار که در یک مسابقه اسب دوانی شرکت کرده باشد آنها را تشویق میکرد. نه اینطوری عشقتون کامل نیست، حتما باید جرقه بزنه، حتما.